داخل قبر می‌گذارد. هر چی که روی او را آراسته می‌کند به طرف قبله، روی او دار می‌خورد و پاهای او به طرف قبله می‌شود. مستار 3 دفعه تلاش می‌کند که روی او را بگرداند، ولی پس پاهای او می‌گردد به طرف بلند می‌شود و به یکی از علما زنگ می‌زند. امروز نمی‌دونه حادثه شده، می‌گه اتفاقی افتاد، ما می‌گه کاری دیگه. او امام ولی از او میگوید که تو اشتباه کردی که او را دعوت قصور دادی. کسی که الله نمیخواهد او را خوشبویی بدهد به روی خوش برای از او بدهد، تو میخواهی او را خوشبویی کنی و الله جل جلاله نمیخواهد که روی از او به طرف قبله باشد. تو اصرار میکنی به کار الله، برو و توبه کن که الله جل جلاله تو را ببخشد. بالاخره همانطور مکاربزین میکنند و بعد جنازه که خلاص میشود و مردم که به هر سمتی میرود، این وارثین دستان که هست وارثین را صدا میکند و میگوید حقیقت را بگویید، حقیقت را بگویید که این جوان و یا این شخصی که از خانه شما بود این چی عملی داشت که بسی عذاب خدا گرفتار شد. بعد وارثین میگویند که این برادر و یا ملک ما که هسته نماز میگوید، مسلمان بود، در صف مسلمین قرار داشت، میگفت که ذوالقدس الهی الله هست، الله را قبول داشت ولی نماز نمیخواند. عزیزان و بزرگواران خیلی سخت است. این بزرگترین رسوایی است. الله جل جلاله ما را نجات دهد، پس نماز خود را بخوانید. اولین پرسش در روز قیامت از نماز بود. عزیزان و بزرگواران، یکی از مشایخ و یکی از اولیاء خدا چنین می‌فرمایند: به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود